یه بار دیگه خوش اومدید به قسمت 6 چنل خودتون رادیو دریا با آقای محمد. من محمد هستم، جایی که توش دانستنی ها، رمان، فال، ترفند، پزشکی، طب سنتی، سلامتی، حکایت، انگیزشی و هزاران نکته دیگر رو در کنار امواج زیبا و آرامش بخش دریا با هم تجربه میکنیم. پس معطل چی هستی؟ سابو بزن، لایک و کامنت یادت نره و زنگوله رو روی آل فشار بده تا اولین نفر باشی از مطالب ما بروز بشی و مطلع بشی. پس بریم که داشته باشیم قسمت 6. 3, 2, 1. ارزش خودتو فراموش نکن. کسی که احساساتت رو درک نمیکنه شایسته موندن تو زندگیت نیست. کسی که برات وقت نداره ارزش تو رو نمیدونه. واسه خودت ارزش قائل شو، نه برای راضی کردن دیگران. اما خودت رو هم گم نکن. احترام به خودت آغاز یه زندگی آرامش بخشه، درست مثل همین امواج قشنگ دریا. دوستان، واسه این که استرس و اضطراب شدیدی نداشته باشین این خوراکی ها رو بخورین. اول شکلات تلخ، با این کار کوتاه مدت حالتون اوکی میشه. دوم چای بابونه میتونه شدیداً استرستون رو کم کنه و حالتون از این رو به اون رو بشه. سوم چند تا دونه بادوم عملکرد مغز رو تقویت میکنه و توی قسمت‌های قبل هم بهش اشاره کرده بودم. چهارم چای سبز اضطراب رو کم میکنه چون اسید آمینه خوبی داره. دوستان، از هرچی بگذاریم نوبت یکی از شاه سبزیجات‌های طبیعت به نام گشنیز. این سبزی حاوی ویتامین‌های A، C و B6 و مواد معدنی‌های مهمی مثل آهن، پتاسیم، کلسیم و منیزیم داره. گشنیز همچنین حاوی فیبر. سبزی گشنیز داروی معده است و به هضم غذا کمک میکنه. درمان سوء هاضمه، سلامت کبد چرب و برطرف کردن نفخ از خواص دیگه دونه گشنیزه. گشنیز گیاهیه که به طور گسترده تو جهان به عنوان ادویه و چاشنی یا برای تزیین بشقاب غذا ازش استفاده میشه. دونه گشنیز، گلپر آسیاب نشده، آب لیمو، نمک، فلفل و زردچوبه برای مزه‌دار کردن ماهی عالیه. اما از خواص گردو براتون بگم که میگن مردانی که روزانه یه مشت مغز گردو میخورن قدرت باربری بیشتری دارند و مغز گردو همچنین از آلزایمر و انواع سرطان ها جلوگیری میکنه. البته در طب اسلامی هم گفته شده گردو توی زمستون برای تقویت کلیه ها مفیده و مصرف شبانه و شب هنگام اون همراه با پنیر و اندکی پودر زنیان برای برطرف کردن نفخ‌های شدید شکمی بسیار بسیار تجویز شده. خب دوستان، بریم سراغ مجله دانستنی‌ها و چند صفحه از اون رو با هم ورق بزنیم. گفته میشه رنگ تخم مرغ‌ها معمولا سفید یا قهوه‌ایه، منظور پوسته تخم مرغه. اما نژادهای عجیب مرغی تو جهان وجود داره که تخم اونها آبی رنگه و این از شگفتی‌های خلقته. و همینطور سالانه حدود 200 نفر در کشتی‌های تفریحی جان خودشون از دست میدن و واسه این منظور داخل این کشتی‌ها سردخونه تعبیه شده. شاید فکر کنید شطرنج یه بازی ساده هستش، اما جالبه بدونید تعداد احتمال بازی‌های ممکن در بازی شطرنج از اتم‌های جهان هم بیشتره. محاسبه شده تعداد بازی‌های ممکن شطرنج عدد شانان نامیده میشه و تعداد صفرهای این عدد 102 رقم از تعداد اتم‌های جهان هم بیشتره. واقعاً وا عجبا. Oh my god. میگن موش تنها پستانداریه غیر از انسان که میتونه صداهای شبیه خنده تولید کنه. What?
اما از خرما براتون بگم، درخت خرما میتونه تا 60 متر ارتفاع رشد کنه و در دمای 50 درجه سانتیگراد زنده بمونه. جالبتر این که هر درخت خرما یا نره و یا ماده و برای تولید میوه باید گرد افشانی اونم به صورت دستی براش انجام بشه، روشی که مصریان باستان 4000 سال پیش ابداع کرده بودن و هنوزم استفاده میشه. ریشه های خرما آنقدر قویه که میتونه تا 30 متر تو خاک نفوذ کنه تا به آب زیرزمینی برسه. میدونم که منتظر قسمت بعدی رمان ملکه من هستید. بهار شخصیت اصلی قصه‌مون بعد از اینکه از خونه عموش به عمارتی کشیده شد بابت کار خدمات منزل، با آقای خونه، آقای محتشم صحبت کرد و قرار بر این شد که بعد از امضای قرارداد کارش رو شروع کنه. اما بقیه داستان که با هم تا چند ثانیه دیگه میشنویم. از این صحبت لیلا خانم که آقا با من به همین زودی کار داره تعجب کردم و پرسیدم آقا با من کار دارن؟ آره، برو داخل پذیرایی ببین آقا چی کارت داره. بله چشم. در حالی که به سمت پذیرایی میرفتم همش با خودم میگفتم یعنی آقا با من چی کار داره؟ که دیدم مشغول تماشای تلویزیون و وقتی نزدیکتر رفتم رو بهشون گفتم بله آقا با من کاری داشتین؟ آقای محتشم یا همون کوهیار خودمون به من نگاهی کوتاهی انداخت و گفت مدرسه میری؟ نه آقا، تا سوم راهنمایی بیشتر نخوندم. چرا؟ چون پیش عمومینا زندگی میکردم و زنمون گفت نمیخواد بری مدرسه، بمون توی خونه کمک حال من باشی. چرا دیگه الان باهاشون زندگی نمی کنی؟ گفتم چون نمیشه دیگه اونجا بمونم. گفت واسه چی؟ سرمو پایین انداختم و همینطور که داشتم با انگشتای دستم بازی میکردم گفتم زنمون و پسرمون ازتم میکردم. پسرمون ازتت میکرده؟ یعنی چی؟ گفتم خب چجوری بگم، عموم یه پسر بزرگتر از من داره که پسر خوبی نیست. وقتی منو تنها میدید ازتم میکرد. منم دیدم دیگه نمیشه اونجا بمونم، از خونه‌شون اومدم بیرون. آقای محتشم گفت بعد از شام یه چایی برام بیار توی اتاقم. گفتم چشم آقا. دیگه با من کاری ندارید؟ گفت نه میتونی بری. گفتم با اجازه. بعد اینکه اومدم داخل آشپزخونه لیلا خانم رو به هم گفت برو میز شام آقا رو با ناهیتا آماده کن، بعدشم بیایید توی آشپزخونه شامتون رو بخورید. میز شام آقا رو آماده کردیم و خودمونم اومدیم داخل آشپزخونه و در سکوت شام خوردیم و بعد از شام من و آناهیتا رفتیم تا میز شام آقا رو جمع کنیم. من به لیلا خانم گفتم که آقا گفتن براشون چای ببرم و بعد از این که لیلا خانم یه فنجون چای ریخت و به دستم داد رفتم پشت در اتاق آقا. در که زدم صدای آقای محتشم رو شنیدم که گفت بیا تو. در باز کردم و وارد شدم. دوستان قسمت 5 رمان ملکه من هم در همین جا به پایان رسید. قسمت بعدی رو در بخش بعدی رادیو دریا با محمد میشنویم. شخصی نزد مولا نصرالدین اومد و پرسید میگن شما سرکه 7 ساله دارید، آیا راست است؟ مولا جواب داد البته که هست، چطور مگه؟ اون شخص گفت خواهش میکنم یه کاسه هم به من بدهید. مولا گفت عجب آدم نادانی هستی، اگر اون رو به هر کس میدادم که دیگه 7 ساله نمیشد مردک بی‌عقل. اما در قسمت فال این بخش برنامه رادیو دریا با محمد میخوایم ببینیم استعداد شغلی متولدین سال شمسی به چه صورتیه. گفته میشه فروردینی ها
بیشتر گرایش به سمت مربی شخصی دارن. اردیبهشتی ها تستر غذا میشن. خردادی ها تعلق خاطری به سلبریتی سینما دارن. تیرماهی ها طراح بازی خوبی هستن. مردادی ها در اینستاگرام بیشتر میتونن خودشون رو نشون بدن و فعالیت کنن. شهریوری ها استاد زندگی میشن و مهر ماهی ها در تجارت میتونن فعال باشن. آبانی ها وکالت خوبی رو از اونها خواهیم دید. آذر ماهی ها افسر پلیس خیلی قدر و چالاکی میشن. دی ماهی ها پزشک های بسیار جالبی از آب در میان. بهمنی ها عکاس های خیلی خوبی در آینده میتونن بشن. و در پایان اسفندی ها موسیقیدان های بسیار برجسته و تاپی خواهند شد. خب دوستان، به پایان برنامه رادیو دریای امروز میرسیم. حتما ما رو از کامنتاتون با خبر کنید تا ما محتواهای زیباتری بسازیم. ساب کنید، لایک یادتون نره و همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.